روزنامه‌نگاران در تاجیکستان مقصران اصلی شکست در جنگ اطلاعاتی اعلان شدند. امنستی اینترنشنال خواستار دخالت امام علی رحمان به قضیه عبدالله شمس‌الدین شد. مقامات باز به لباس زنان چسبیده‌اند. روزنامه‌نگاران مقصران اصلی شکست در جنگ اطلاعاتی اعلان شدند. مسرور عبدالله زاده نماینده دستگاه اجرایی رئیس جمهور در شکست تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی با قرقیزستان ژورنالیستان را گناهکار کرد. این هم در حالی است که روزنامه‌نگاران در روزهای نزاع با قرقیزستان از کمبودی اطلاعی رسمی شکایت داشتند و میگفتند مقامات از دادن کمترین اطلاع خودداری میکنند. عبدالله زاده روز 11 مارس در مراسم بخشیده به روز مطبوعات از آن اظهار ناراضگی کرد که موقع تاجیکستان بیشتر به زبان تاجیکی صدا داد، در حالی که قرقیزها با چندین زبان اطلاع پخش میکردند. او ادعا کرد باید نظری تاجیکستان با زبانهای روسی و انگلیسی به گوش جهانیان رسانده میشد. دستگاه اجرایی رئیس جمهور گفت کشور به روزنامه‌نگاران صحافی و داننده زبان خارجی ضرورت دارد. این دعوای او در حالی است که چند سال آخر مقامات دهها خبرنگار را بازداشت و روانه زندان کرده اند. دهها روزنامه‌نگار کسبی و به گفته این منصبدار داننده زبان خارجی با فرار از تعقیب ترک کشور کرده اند. در روزهای نزاع در مرز مقامات قرقیزستان تقریبا هر ساعت خبرنامه رسمی پخش می‌کردند. جانب تاجیکستان باشد از دادن ساده ترین معلومات به رسانه‌ها اجازه بالا را منتظر بودند. از جمله در نزاع آخری که روزهای 14-17 سپتامبر سال 2022 در مرز با قرقیزستان رخ داد و از دو طرف دهها کشته و زخمی به جای گذاشت، مقامات تاجیک بجز از چند اطلاعیه اداره مرزبانی چیزی نگفتند. این حالت باعث شد که خبرنگاران تاجیک قضیه را بیشتر با تکیه به منبعهای خود و ساکنان محلی بازتاب دهند. سازمان عفو بین الملل امنستی اینترنشنال از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواسته است به قضیه عبدالله شمس‌الدین پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان دخالت کند. عبدالله شمس‌الدین روز 18 ژانویه امسال از آلمان به تاجیکستان اخراج شد و سرنوشتش تا به حال ناروشن است. سازمان عفو بین الملل در نامه 10 مارس به امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نوشته است در صورت موجود نبودن دلیل کافی برای عیبدار کردن او در جنایت، عبدالله شمس‌الدین باید فوراً آزاد شود. این سازمان گفته است آنها به چنین نتیجه رسیدند که ظاهراً عبدالله شمس‌الدین به خاطر پدرش که عضو بلند مقام حزب نهضت اسلامی است تعقیب می شود. عبدالله شمس‌الدین پس از رسیدن به تاجیکستان ناپدید شد. وزیر کارهای داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان گفتند که مکان نگهداری او را نمی‌دانند. روز 7 مارس سمیه پیراوا همسر او به رادیوی آزادی گفته که شوهرش زنگ زده گفته است در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی قرار دارد. در نامه امنستی اینترنشنال به امام علی رحمان گفته شده است به اعلان عیب و به هیچ تماس با عالم بیرونی بازداشت شخص نقض حقوق انسان است و باید فوراً خاتمه داده شود. این وضع باعث می شود که بازداشت شده شکنجه شده با او بی‌رحمانه مناسبت کنند. این سازمان از امام علی رحمان خواهش کرده است که مکان نگهداری عبدالله شمس‌الدین را دقیق نماید و نظارت کند تا شکنجه نشود. امنستی اینترنشنال گفته است نامه را به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان ارسال کرده است. مقامات تاجیک هنوز موقعشان را در مورد عبدالله شمس‌الدین روشن نکرده اند و به طور رسمی بازداشت او را شرح نداده اند. مقامات تاجیکستان معرکه نوی را راه اندازی کردند که 3 ماه ادامه خواهد کرد و ظاهراً دوباره مسئله لباسپوشی زنان بار دیگر در کشور داغ خواهد شد. طبق اطلاع خبرگزاری دولتی خاور از 1 مارس تا 30 می اقدام تاجیکان میپوشیم در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری، مقامات محلی و وزارت و اداره ها به راه مانده می شود. این خبرگزاری اقدام مذکور را نشانه از تمدن آفری و فرهنگ بای داشتن ملت تاجیک نامیده است. گفتنی است حدود 10 سال آخر مقامات تاجیکستان مسئله لباسپوشی زنان را داغ نگاه می دارند و سر هر فرصت معرکه های دخالت به لباسپوشی زنان را راه اندازی می کنند.
این معرکه ها از کارهای فهماندهی شروع می شوند و گاه بازداشت و تحقیر زنان نیز اتفاق می افتد. از فعالان معرکه دخالت به لباس زنان خود رئیس جمهور امام علی رحمان است که هر سری فرصت از لباس پوشی زنان یاد می کند. مقامات حتی دستور عملی لباس های توسعوی برای دختران و زنان تاجیکستان آماده و نشر کرده اند. هرچند ادعا دارند که این دستور عمل خصوصیت توسعوی دارد و با هدفی به تنظیم درآوردن طرز لباسپوشی ملی راه اندازی گردیده است، در اکثر حالات آن را اجباری به دوش زنان بار می کنند. مقامات اساساً تنها به لباس زنان دخالت می کنند که ستر و حجاب به بر می کنند. تا حال هیچ حالت دخالت مقامات به نمودهای دیگری لباس پوشی که به لباس تاجیکانه موافقت نمی کند دیده نشده است.